ATA. آره صدای ما رو بستن با دیوار و سیم، با چوبه و تناب دار، ولی ما ادامه میدیم. توی درس خفقان نمرمون صفر سرد. دود میپیچه بالا، شعارا تو هوا، عمامه ها آتیش میگیرن و میرن به بهشت خیالی الله. مردم بیدارن، این حرومی ها فکر فرارن. هر وعدهشون یه نقشه است واسه خواب دادن ملت، واسه اینکه نشنوی وقتی دارن میبرن نون سفرتو با لبخند. خاک تو سر ملتی که به اینا باج دادن. من نه حزب دارم نه پست، فقط درد دارم از این همه دروغ، وعده و وعید، دزدی، گلایه دارم. توی مغزم ایده میشه فروغ که کی دزده کی خوب، کی دزده کی خوب. وعده ها پوچتر از کله ها، شکست قلب ما، پس دیگه مجبوریم شروع کنیم این جنگو ما. گلا کم میاد روی مغزت ها، توی تلویزیون فقط رنگ رویاست، رنگ خوبی عشق دوستی، ولی واقعیت سیاه‌سفیده مثل خاک ماست. میاد خبر مرگ هر روز، کی قاتله نظام یا رهبر دعیوس؟ کی قاتله نظام یا رهبر دعیوس؟ خیابون میگه عدالت ولی صداش خسته است. هر پلاک یه خاطره از کسی که رفته است. ما نسل سیم خاردار دود و ممنوعیم، ما نسل نصیحت احترام اشتباه مجبوریم، ما نسل حال خرابیم که مجبوریم بریم به سمت گل و سیگار باز ممنوعیم، ولی هنوز با یه بیت 100 تا قانون رو میشکنیم. نترس داد بزن، بذار همه صداتو بشنون، آخرش مرگه بگاهی زندگی همه ماها. هنوز نفس توی خیابوناست، این حرفا همش حقه. ما ریشه ایم تو این خاک نه سایه گذرا، بتون میسازه دیوار ولی ما میسازیم صدا برای آزادی ایران.